نصرت صاحبی با این طلسم صاحب 3 زن شد. اجازه بدهید اول 30 ثانیه این را بگویم. شخصیت خوب شامل ویژگی های مانند وفاداری، صداقت، شجاعت، راستگویی، ثبات شخصیت و سایر فضایل و ویژگی های مهمی است که رفتار انسان را تعالی و اتقا می بخشند. صداقت و راستی چیست و چه اثراتی در کار و زندگی دارد؟ صداقت و راستی یکی از مهمترین و بهترین خصوصیات انسان ها است که اهمیت فراوانی در زندگی و کسب و کار افراد دارد. صداقت بالاترین سطح کیفیت در شخصیت انسان است. این یک تعهد واقعی بین رفتارها و روابط فرد با افراد دیگر است. صداقت برای داشتن یک زندگی سالم و مرفه بسیار مهم است و یک فرد صادق در زندگی خود دچار تنش نمی شود و کسی که در زندگی دچار تنش نشود بیشتر زندگی می کند. با شنیدن 3 زنه بودن نصرت صاحبی بعضی از دوستان ناراحت شدند. گفتند این هم از ملاهای شهوت پرست بوده. اما واقعیت این است که نصرت صاحبی خودشان در برنامه سراچه تلویزیون طلوع گفته است که زن دومی و سومی خودشان از نصرت صاحبی خواستگاری کردند و او هم بعد از شناخت کامل با آنها توافق کرده و ازدواج صورت گرفته. حالا چرا این خانم ها از نصرت صاحبی خواستگاری کردند؟ چون همه می‌دانیم که نصرت صاحبی دارای ویژگی‌های همچون شخصیت عالی، وفاداری، انسانیت، صله رحم، شجاعت و صداقت و غیره است و این یک امر حتمی است که طبیعتاً دختر خانم‌ها از همچون شخصیت خصوصاً وفاداری و صداقت خوششان می‌آیند و این ویژگی‌هایش باعث شده دل خانم‌های دومی و سومیش را به دست آورده و با هم به توافق رسیدند. در این هیچ مشکلی نیست که ما ازش شاکی باشیم. قبل از اسلام دوران جاهلیت بود و انواع ازدواج بدعه یا همان استبداء یا ازدواج‌های جمعی و خیلی ازدواج‌های خرقاتی و غیر اخلاقی وجود داشت. اسلام آمد و انواع آن روابط جنسی حیوانی را ممنوع کرد و ضمن رد آن حرمسراهای جاهلیت و ازدواج‌های نامحدود و ظالمانه آنها را الغا کرد و در یک شرایط استثنایی با محدود کردن تعداد همسران که در آن زمان حساب کتاب نداشت که نیاز به همسر دوم وجود داشته باشد با یک شرایط عادلانه‌ای به این مسئله شکل جدیدی داد. این چند همسری حقی نیست که با آقایان داده شده، در واقع حق خانم ها است، یعنی برای خدمت به آنها و رهایی از وضعیتی که در آن زمان داشتند. تنهایی زن، گرسنگی زن، بردگی زن، روسپیگری زن برای دفاع از خانم ها آورده شد و نه اینکه هدف تلذذ آقایان باشد. اگر هدف تلذذ یا لذت بردن مردها بود، اسلام هم باید همان نسخه های غربی را تجویز می کرد. در آمریکا یا کشورهای غربی 60% از بچه ها بدون پدر هستند. این خدمتی به آقایان نیست، خدمتی است به خانم ها و منع آن ظلم و بی‌عدالتی به جامعه نسوان و یا زنان است. آخرین آمارها می گوید تعداد خانم ها در دنیا 50 میلیون بیشتر از آقایان است و این که در جنگ ها و تصادف ها آقایان تلفاتشان بیشتر است و عمر آقایان کمتر از خانم ها است. گاهی به دلایل انسانی بیشتر از یک همسر اجازه داده شده است، نه به هدف خدمت به هوسرانی های یک شخص بلکه تبدیل شهوترانی به عفت. این بیشتر لطفی است به خانم ها تا آقایان. اولا آنها که این مسئله را درباره پیغمبر خیلی بزرگ میکنند هیچ وقت در مورد این که در خود تورات حضرت سلیمان 700 همسر داشت صحبت نمیکنند، اما درباره حضرت پیغمبر میگویند 9 همسر یا 11 همسر، اما این که متن خود تورات است 700 همسر رسمی داشته و تورات میگوید 300 همسر غیر رسمی داشته که در واقع بیش از 1000 همسر می شود. اما مدام راجع به ازدواج‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحبت می شود. به هر حال در خود جامعه یهودی و مسیحی هم کسی به این شک نمی کند که در تورات و انجیل این مسئله منع نشده. حالا قانون آمده و منعش کرده، ولی در این میان همه تاکید و تهاجم روی زندگی حضرت رسول است. ازدواج‌های پیغمبر همه بر اساس مسائل اخلاقی و امنیتی و سیاسی و برای جلوگیری از جنگ‌ها و برای سرپرستی خانم‌هایی که هیچ کس با آنها ازدواج نمی‌کرد، شوهرشان در بدر و احد و خیبر و یا مهاجرت کشته شده. پیغمبری که 25 ساله بود و با یک خانم بیوه 40 ساله ازدواج کند و 25 سال با او زندگی کند و بعد از وفات حضرت خدیجه پیامبر اسلام تا 3 سال مجرد بود. بحث من این نیست که تاثیر نداشته. البته ما وقتی به زندگی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم خوب است که الگو بگیریم. ممنون که با ما بودید. تا ویدیوی بعدی، درود.